بازم لنز با شماست با یه ویدیوی جذاب دیگه. مطمئنا شما هم مثل من کنجکاوید که بدونید خونه بازیگرای ترک با این همه درآمد چه شکلیه. دکوراسیون خونشون چطوریه و از چه سبکی برای تزیین خونشون استفاده کردن؟ میخواید بدونید؟ پس ویدیو ما رو تا انتها ببینید و با زدن روی دکمه عضویت شما هم عضو پرطرفدارترین کانال لنز بشید. شماره 1 برنساد. شماره 2 بوراک اوزچیویت. شماره 3 هانده ارچل. شماره 4 بوراک دنیز. شماره 5 الچین سانگو. شماره 6 باریش آردوچ. شماره 7 مریم اوزلی. شماره 8 خالد ارگنج. شماره 9 ابرو شاهین. شماره 10 نسلیهان آتاگول. شماره 11 کیوانچ تاتلیتوق. شماره 12 توبا بویگوستون. شماره 13 چاغاتای اولسوی. شماره 14 اونور تونا. شماره 15 ادا اجه. شماره 16 انگین آکیورک. شماره 17 دمت اوزدمیر. شماره 18 جان یامان.
شماره 19 سرنای ساریکایا. شماره 20 تولگاهان سایشمان. شماره 21 آسلی انور. شماره 22 اوزجان دنیز. شماره 23 هازال کایا. شماره 25 گورا گولسوی. شماره 26 سفدا ارگینجی. شماره 27 موراد یلدیرین. شماره 28 ابراهیم چلیکال. شماره 29 بیرجو آکالای. شماره 30 جان سودره. شماره 31 کرام بورسین. شماره 32 نورگل یشیلچای. شماره 33 سلن سویدور. شماره 34 سینم کوبال. شماره 35 دنیز بایسال. شماره 36 آکین آکینوزو. شماره 37 پلین کاراهان. شماره 38 بنسو سورال. به نظرتون خونه کدوم بازیگر شیک‌تره؟ کدومشون سلیقه بهتری داره؟ فکر میکنید خودشون طراح منزلشونن یا طراح دکور دارن؟ نظرتون رو حتما همین حالا برامون کامنت کنید.